فرض کن 2 تا آدم رو کنار هم بذاری، هر دوشون هر روز صبح بیدار میشن، سر کار میرن، پول در میارن، زندگی به ظاهر عادی دارن، ولی یکیشون هر شب با یه حس رضایت عمیق میخوابه و اون یکی با یه سوال آزاردهنده توی ذهنش. من دارم واسه چی این کارا رو میکنم؟ اگه این حس برات آشناست، پس این ویدیو برای تو ساخته شده. امروز میخوایم ببینیم یه آدم بی هدف دقیقاً چه نشونه هایی داره و در آخر راه خلاص شدن از این وضعیت رو هم با هم مرور میکنیم. بی هدفی دقیقاً چیه؟ خیلی‌ها فکر میکنن بی هدفی یعنی بیکار بودن یا شکست خوردن، ولی این تعریف اشتباهه. یه آدم میتونه خیلی پرکار و موفق هم باشه، ولی بازم بی هدف زندگی کنه. طبق تعریف روانشناسا، هدف در زندگی یعنی یه نیت پایدار برای رسیدن به چیزی که هم برات معنا داره، هم یه اثری روی دنیای اطرافت میذاره. وقتی این نیت نباشه، حتی موفقیت‌های واقعی هم حس رضایت بهت نمیدن. یه لحظه خوشحال میشی، ولی خیلی زود همون حس بی هدفیه برمیگرده. یه نکته جالب هم هست. صرفاً استرس زده دنبال هدف گشتن لزوماً بهت کمک نمیکنه که پیداش کنی. باید روش درست جستجو رو بدونی. برای همین توی این ویدیو به جای حرفای تکراری میخوایم دقیق و عملی بریم سراغ راه حل. 5 نشونه آدم بی هدف. نشونه اول، هر روزت شبیه روزای قبله. اگه بتونی روزای هفته پیشتو با روزای این هفته عوض کنی و هیچ فرقی نکنه، این یه زنگ خطره. تکرار صرف بدون هیچ حس پیشرفت یا تغییری یکی از واضح ترین علائم بی‌هدفیه. نشونه 2، رؤیا داری ولی نقشه نداری. میدونی چی میخوای بشی، ولی وقتی میپرسن قدم بعدی چیه، جوابی نداری. این حالت رویا پردازیه. آرزوه ولی هیچ اقدام عینی پشتش نیست. نشونه 3، هی شروع میکنی هی ول میکنی. یه دوره ثبت نام میکنی، 2 هفته بعدش بیخیالش میشی. سراغ یه کار جدید میری، یه ماه بعد اونم رها میکنی. این الگوی امتحان کردن بدون تعهد دقیقاً چیزیه که جلوی رسیدن به مرحله هدفمند رو میگیره. چون هر بار که ول میکنی و دوباره از صفر شروع میکنی، هیچ وقت به عمق واقعی یه چیزی نمیرسی. نشونه 4، مسیرتو خودت انتخاب نکردی. وقتی آدم بدون کاوش واقعی مسیری رو که خانواده یا جامعه براش تعیین کرده قبول میکنه، از بیرون شبیه هدفمند بودن به نظر میاد، ولی چون خودت هیچ وقت واقعا انتخابش نکردی، یه حس پوچی بهت میده. نشونه 5، حواس پرتی. وقتی آدم هدف مشخصی نداره، هر چیز کوچیکی میتونه راحت حواسشو پرت کنه، چون هیچ چیزی نیست که بخواد به خاطرش تمرکز کنه. برای همینه که خیلی از آدمهای بی هدف ساعتهای زیادی از روزشونو صرف گوشی و شبکه‌های اجتماعی میکنن. نه چون واقعا دوست دارن، چون هیچ چیز جذابتری ندارن که بهش فکر کنن. اینجا حواس پرتی فقط یه عادت بد نیست، بلکه یه علامته که نشون میده یه خلأ بزرگتر داره پر میشه. اما 5 راه خلاصی از بی‌هدفی. راه اول، بشین بنویس، نه اینکه فقط فکر کنی. خیلی‌ها فکر میکنن هدف پیدا کردن یعنی یه چیزی بهت الهام بشه، ولی تحقیقات نشون داده نوشتن خیلی موثرتره. یه برگه بردار و بنویس چه چیزایی واقعاً برات مهمه. بهترین نسخه‌ای که میتونی از خودت توی آینده تصور کنی چه شکلیه و چه مهارت‌هایی الان داری یا میخوای پیدا کنی. همین کار ساده ذهن پراکنده رو متمرکز میکنه. راه دوم، به یه نفر بگو، نه اینکه فقط توی ذهنت نگه داری. وقتی هدفتو فقط توی سرت نگه میداری، خیلی راحت فراموش میشه یا کنار گذاشته میشه. ولی وقتی به یه نفر دیگه میگی، یه فشار اجتماعی مثبت ایجاد میشه که کمکت میکنه عقب نکشی و به تعهدی که به خودت و اون دادی تا آخر پایبند باشی. راه سوم، هر هفته یه کار جدید امتحان کن. یه کتاب جدید، یه کلاس آنلاین، یه مهارت کوچیک. بعضیاشون به دلت نمیشینه، ولی 1-2 تاشون میتونن جرقه‌ای بشن که بعداً به یه علاقه واقعی تبدیل بشه. راه 4، خودتو با دیروزت مقایسه کن، نه با بقیه. به جای نگاه کردن به موفقیت بقیه، فقط از خودت بپرس امروز نسبت به دیروز چقدر جلو رفتم. این تغییر نگاه فشار مقایسه اجتماعی رو ازت بر می‌داره و کمکت میکنه روی مسیر خودت تمرکز کنی. راه 5، یه هدف کوچیک انتخاب کن و شروع کن.
به جای فکر کردن به هدف نهایی زندگی، فقط یه هدف کوچیک و مشخص برای همین ماه انتخاب کن. وقتی شروع به حرکت میکنی، خود حرکت کردن باعث میشه مسیر جلوتر واضح‌تر بشه. مثلا به جای هدف مبهم میخوام سالمتر زندگی کنم، یه قانون دقیق بساز. اگه ساعت 7 شد، اون وقت 10 دقیقه پیاده روی میکنم. پیدا کردن هدف یه اتفاق ناگهانی نیست. یه مسیره که با قدم‌های کوچیک ساخته میشه. اگه توی خودت این نشونه ها رو دیدی، نگران نباش. خیلی از آدمای موفق هم یه روزی دقیقاً همینجا بودن. فقط کافیه از همین امروز یکی از این 5 راه رو امتحان کنی. اگه این ویدیو بهت کمک کرد، حتما لایک کن و توی کامنت ها بهم بگو کدوم یکی از این نشونه ها رو توی خودت بیشتر دیدی. تا ویدیوی بعدی مراقب خودت باش.